سلولم مرتب کردم. مسئول بندم خیلی از اخلاقم راضیه. اگه اجازه بدین یه شعرم گفتم واسهتون تکلمه کنم. برای چی؟ برای مرخصی. آخه من خیلی وقت سر سفره ننه بابام نبودم دیگه. امسال عید اگه اجازه بدین سر سفره هفسین با ننه بابام باشم. وثیقه سنگینم بخوای میذارم. چه وثیقه‌ای؟ بفرما. این چیه الان؟ این سیبیل یک مرد. شما مرد گرفتی نامرد نگرفتی. آها تو مردی که شب چهارشنبه سوری برادر زن 8 سالت انداختی تو آتیش؟ نه اون یک کلکل دوستانه بود با بچه کوچه روبرویی. اونا بوتا آتیش زدن، ما لاستیک آتیش زدیم. اونا ترقه انداختن، ما سیگارت انداختیم. اونا زرنیخ زدن، ما اکیسورک زدیم. بعد یهو بعدشن یک گاز گنده انداختن تو آتیش. ما هم دست خالی بودیم دیگه، به برادر خانممون رو زدیم. بعد بچه رو انداختی تو آتیش؟ بله متاسفانه نترکید ولی خیلی جیغ زد. بچه رو گردنش شکست. دیگه پتو نبود، با آجر خاموشش کردم. خاموش شد. نوروز سال بعدش هم که به جرم زورگیری گرفتنت. نه اون یه مسئله خانوادگی بود. رفته بودیم خونه عمم اینا عید دیدنی، نشستیم تخمه خوردیم، پسته خوردیم، شما که غریبه نیستیم، موز و شام هم خوردیم. بعد دیدیم اینا عیدی بده نیستن دیگه، خودمون آستین زدیم بالا. شما به این فامیلایی که عیدی نمیدن رسیدگی نمیکنید، بده دیگه با یه نوروز بعدش هم که به جرم دزدی گرفتنت. اون که اصلا یه کار خیر بود. ما این سهمیه بنزین همه رو داده بودن، همه رفته بودن موترقو. بعد دیگه محلمون خونه ها همینجوری خالی افتاده بود، با بچه ها رفتیم توش دیگه. گلونا رو میدادیم، آب ماهی ها رو عوض میکردیم، شیر گاز اگه باز بود میبستیم، اگه بسته بود باز میکردیم. بعدم طلا جواهراتشون رو جمع میکردیم میرفتیم. خب اون دیگه دستمزدشون بود دیگه. شما حساب کن یارو داره این کارا رو انجام میده. خود شما اصلا میای شب عیدی سریالای تلویزیون رو ول کنی بری گلدون مردم بی خودی آب بدی؟ سال بعدش هم که 4 تا برادر رو تو جاده چالوس لخت کردی. اون یه حرکت خودجوش بود. من داشتم جاده چالوس میرفتم سمت شما، دیدم 4 نفر دست تکون دادن. منم گفتم شب عیدی سوارشون کنم. نزدیکای شمال بودیم، من تو آینه دیدم دارن تک تک لخت میشن. منم خوشم نمیاد انداختمشون پایین. برای چی 4 تا گردن کلوف باید وسط جاده لخت بشن؟ نمیدونم، این برای خودم جای سواله. مونده بودم من فکر کنم داشتن آماده میشدن برن دریا، چون نگاه کردم دیدم مایه‌هاشون رو در نیاوردن. تو شکایتشون اومده که اسلحه داشتی. نه اون یه تفنگ بادی بود. 3 نفرشون رو با گوله زدی. نه با بادی نبوده. بعد مرخصی هم میخوای. اگه اجازه بدیم ممنون میشم. باشه برو گم شو بیرون. اجازه بدیم من اون شعرم رو واسهتون بخونم، شاید نظرتون عوض بشه. منتظر شادیم، مسافر یه قایق بادیم. برو گم شو بیرون. سیبیلمو بدون.